جناب صاحب بزرگوار، بسیار خوش آمدین بازم در تلویزیون بهار و برنامه اندیشه آزاد به خانه و خانواده با دوستا. سلام علیکم. نام پروردگار عالم و خالق یکتا، سلام و عرض ادب خدمت شما تیمورشاه جان حسن جبار خیل صاحب، دستاندرکاران تلویزیون و برنامه شما، و سلام و عرض ادب ویژه به بینندگان و شنوندگان ما و شما در افغانستان، منطقه و جهان. و از عمق دل برای شما و خانواده‌تان تسلیت عرض می کنم. خداوند روحشان مغفرت بکنه و برای شما و خانواده‌شان صبر جمیل عطا بکنه. زنده باشین. لطف کنید. جناب صاحب، با میفهم شما چقدر مصروف هستین و چقدر در موضوعات دخیل هستین و چیزایی که شما میدونین ما ها نمیدانیم، و به مو خاطرم یک ضرورت بود که شما را زحمت دادیم تا همین در راه را باز شده و در بحث بگیریم که چی میگذره. اگر شما باشه، موضوع داغ امروز که سرخط خبرهای تمام رسانه‌های افغانی هست و ایرانی هست، خروج دست جمعی افغانان دفعتاً بدون مقدمه از ایران و تا هنوز میگن بیشتر از چیزی کم 1 میلیون مهاجر افغان داخل ایران شدن و پذیرایی مردم ایران و مردم افغانستان نشان داد و مستگیشانه که چقدر با هم متحد هستند. و سوال پیش همه در این است که چرا یک بار بعد از حمله اسرائیل به ایران و امریکا دفعتاً بعد از ختم از جنگ 2 هفته بعدش اینا تصمیم گرفتن به نام جاسوس و جاسوسی اسرائیل میکردن، هم افغانا را به یک سلی زدن و از خاک خود اخراج کردن و بسیار حقارت، توهین، لعن کو. دلیل از این شما در چی میبینید؟ چرا ایران یک تصمیم گرفته؟ بازم سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما. اولتر از همه میخواهیم که از کسانی که به مهاجرین رسیدگی میکنن در مرز ایران و افغانستان در نقاط مختلف و مرزهای مختلف، از مردم شریف هرات، نیمروز، تمام کسانی که کسانی که رسیدگی میکنن، دکانداران، کسبکاران، تجاران و هر کسی که هست، اظهار سپاس و امتنان بکنیم. هر کسی که هست. خب بعد میایم سر موضوعی از این که چرا مهاجرین را اخراج میکنن. اگر یادتان باشه من 1 سال قبل هم گفتم که اینا میخواین که موج مهاجرین را بیاندازن، چی از پاکستان چی از افغانستان. این موج مهاجرین از کشیدن افغانستانی های عزیز از ایران و پاکستان شروع شده و از دیگر کشورها به طرف افغانستان، که امو برنامه سیاه خود را میخواین تطبیق بکنن. برنامه سیاهشان سربازگیری برای گروه های نیابتی و تروریستی و غیره، که فقر و بیکارگی و بیچارگی مردم افغانستان سوء استفاده بکنن برای از. خب یک طرف قضیه. گپ دومی که اینا اتهام بسته کردن که افغانستانی ها گویا چی دارن، یعنی جاسوس بودن و دیگه بودن. اول یک کارگری که نه خودش اسناد داره نه خودش جای داره برای خو، او از سایه خود حراس داره، چطور نه به تکنولوژی دسترسی داره، نه تحصیلات عالی داره، نه فنش بلد است، نه تکنولوژی را بلد است، چطور میتونه که جاسوس باشه؟ جاسوس اسرائیل کسی می باشه که اونجا میره در اسرائیل تعلیم و تربیه میکنه یا در داخل ایران تعلیم و تربیه تکنیکی میبینه، او از فیلترها تیر میشه، بعد از فیلترها تیر شدن او جاسوس میشه. او زمانی که اسرائیل یا یک سازمان استخباراتی کسی را جاسوس بگیره، این قدر اسناد معتبر برای از جور میکنه که نیازی نیست که شما او را اخراج کرده بتونید، به خاطر اینکه فوق العاده اسناد معتبر برش جور میکنه. شاید پاسپورتی خود ایران جور بکنه، پاسپورت انگلیس جور بکنه، تبع امریکا، نمیفهم تبع هر کشوری معتبری که شما فکر میکنید. خب این قدر اینا ذلیل شدن که 4 تا مهاجری به اسنادی یعنی به کسی کویا به نام جاسوسی اسرائیل و غیره اتهام می‌بندند که کاملا یعنی تمسخر آمیز است از دید ما، کاملا تمسخر آمیز است. خب گپ دوم، اسرائیل اگر نفوذ کرده در عمق نظام شما نفوذ کرده، نفوذ کرده در رده‌های بسیار بالای شما نفوذ کرده، تا شورای امنیت من نمیفهم تا کجا مطبوعات خودتانه که بشنوین یکی دیگه در فرق زده روان هستین که اینا نفوذ کردن تا چی سطح. خب مگه آقای احمدی نژاد نگفته که کسی که مسئول مبارزه با موساد است خودش جاسوسی موساد است؟
اسناد موجود است، خود رئیس جمهوری سابقه تون گفت دیگه. حالا آمدین 4 تا افغان را اتهام را میزنین. خب ببینین یک چیزی را تیمورشاه جان میخوایم بگویم که یک شعر داریم ما: چراغ ظلم و ظالم اگر سوزد شبی سوزد، شبی سوزد شبی دیگر نمی سوزد. نه اگر اما شعر داریم تا شب محشر نمی سوزد. هم یک شعر داریم، شاید من اشتباه خوانده باشم. جمهوری اسلامی ایران گرفتاری دست و پنجه نرم کردن برای بقای خود است، برای بقای خود است. با او واسطه از هر بازی که خواسته باشن استفاده میکنن که همین عمر خود تمدید بکنن. خب نمانده برایشان. و شما دیدین که در جنگی که 12 روز دوام کرد، در 12 روز تمام آسمانی از اینا به دست مخالفینش آمد. یعنی در شب اول هیچ کار اینا نتونستن که کلانای ایران را به حساب زد و یعنی تا هنوز داره روزانه 2-3 نفر کلانای از اینا را میزنه و نقاط مختلفش میزنن، میگن که گاز انفجار کرده، میگن که کانالیزاسیون انفجار کرده. خب در مطبوعات خود ایران هم برین بگردین که خودشان تمسخر میکنن که چی رقم است گاز انفجار میکنه، بیاین همین گاز قطع کنیم که انفجار نکنه. حتی در آپارتمان ها و ساختمان هایی که قطعا لوله کشی گاز نبود، گاز انفجار کرده. مگه میشه که باز 4 تا افغان بیچاره را شما اتهام ببندید؟ خب ببینین وضعیت اسرائیل و جمهوری اسلامی اردویش 2 تا برادرک‌ها، 2 تا یک اژدها و یک اژدهای دو سر هستند. خب اونش در غزه و در اون مناطق جنایت کرده است، اینش در این مناطق جنایت کرده است. اردویشان رفیق و برادر هستند، هیچ فرقی نداره. خب اونجا اطفال غزه را، اطفال از او فلسطینی یا هر کسی که از انسانه به گلوله میبندن و در فقر نگاه کردن و در قحطی نگاه کردن، داره جان میتن که یک جنایتی واقعا نابخشودنی است. اینا همه قدری که جمهوری اسلامی اعدام کرده، همه قدر خو هیچ جنگی نکشته. در 47 سال چقدر اعدام کردن؟ بله. خب از خود ایرانی شروع بکن تا افغانستانی تا هر کسی که درگیرشان آمده اعدام کرده به خاطر بقایشان. ببینید حال این بقا در آخر رسیده. ما براتون قبلا هم گفتیم، حالی هم گفتیم این بقا در آخر رسیده. خب نمیشه شما خود را حفظ بکنید. اینجا مداخله نیروی سوم هست، خودشان خوب بفهمند. اینجا بود معنوی شما را داره میزنه. خب نام اسرائیل است و امریکا است و اینا شاید بزنن شما را، دیگه بزنن شما بیشتر میفهمین که نیروی نامرئی شما را میزنه که شما نمیتونید از اون نام ببرید. حتی جرأت چه ندارین، شجاعت چه ندارین که نامش بگیرید. هم شما را میزنه، هم اسرائیل را میزنه. نه اسرائیل میتونه نام ببره، نه شما نام میتونه ببرین. همینقدر شما عاجز و فقیر هستید، همینقدر به جا مانده هستید که نام گرفتن نمیتونین که ها شما را میزنه. خب بنان ما یک چیز براتون میگم. مردم افغانستان، کسان مهاجرین، مردم ایران که امروز بی برق هستند، بی آب هستند، بی غذا هستند، بی پول هستند، چی مردم بشریت، ما حاکمان را کاری ندارم. مردم افغانستان بیچاره که امروز 1 میلیون شد به نحوه بسیار فجیعانه، خب به نحوه بسیار غیر انسانی اینا را دارن دیپورت میکنن که نمیتونه پول خود را بگیره، نمیتونه صاحب خانه اما پول دیپازیت خود را بگیره، نمیتونه معاش خود را بگیره، حقوق خود را بگیره، پولش نمیتونه از بانک بگیره. خانم و اولادش مانده در ایران، مرد گرفتن از سرک دیپورت کردن، اطفالش دیپورت کردن، خانمش مانده، خانمش دیپورت کردن، شوهرش مانده. یعنی فجیعانه ترین شکل انسانیت را اینا به کار بردن. خب اینا مطمئن باشین که بسیار بزودی من بزودی میگم دوستای تو فکر نکنن که فردا. بله. خب آدمو تو فکر میکنن. من صحبت‌های سطح استراتژیک و سطح کلان بسیار یک منطقه‌ای هستن. این نمیتونه که یک روزه اتفاق بیفته. ببینید چیزهایی را که ما گفتیم همش داره یواش یواش همه اتفاق میفته. حالا براتون میگم که این بار اینا گریز ندارن، سقوط قطعی است. 1 2 میلیون ها میلیون انسان از ایران مهاجر خواهد شد. با بلایای طبیعی، با زلزله،
با قطعی برق، با قطعی غذایی، با سیل، با طوفان، با آتش سوزی، من نمیفهمم، با هر چی که سقوط هواپیما، با هر چی که بلایای طبیعی، هر چی را که فکر میکنید. خب عدم موجودیت آب، عدم موجودیت برق، میلیون ها میلیون و جنگ فیزیکی، جنگ یعنی به حساب که گرم، میلیون ها میلیون نفر از ایران مهاجر خواهد شد. بعد از او میفهمند که مهاجرت یعنی چی، ما چی در حق از این ملت و مردم کردیم و چی را به دست آوردیم. اینا مطمئن باشین میلیون ها میلیون مهاجر خواهند شد. امیدوار هستم. بسیار بزودی. ما طرفدار هیچ جنگ و هیچ خشونتی نیستیم، ولی هر کسی که ظلم میکنه، استبداد میکنه، باید پرداخت بکنه. باید پرداخت بکنه. اگر حقی هست، اگر پروردگاری هست، اگر خالقی هست، خالق ایره حقش میگیره، پروردگار عالم میگیره، نیروی سوم میگیره، این حق از پیش داد. اگر اسرائیل است در برابر غزه و مردم اونجا، اطفال، زنان، 60,000 نفر کشته شدند، 300,000 400,000 نفر دیگه زخمی شده، امروز غذا ندارن، در قحطی. اسرائیل هم پرداخت خواهد کرد، اما رقمی که در جنگ 12 روزه پرداخت کرد. او را راکتای ایران نزده و خودشان میفهمن کی زده. امیدوار هستم. ببخشید که یک دفعه سریع میکنم و بسیار واضح صحبت میکنم که اما ما دردی تمام بشریت دارم صحبت میکنم، به او خاطر اینجوری صحبت میکنم. دردی چیزی که شما هستین 8 میلیارد، ما درد شما را میخوایم به گوش پروردگار خالق خود برسانم که اینجا چی جریان داره. ممنون تان هستم. تشکر جناب. به می خاطر قاطعیت شما و فصاحت کلام شماست که افغانای ما شما را دوست دارن و خوش دارن از شما بشنون و چیزی را که شما تحلیل میکنین برای بسیاری کسای دیگه ثقیل است، مشکل است که حتی سرش صحبت کنن. به او خاطر شما در بین خود و در بین جامعه از یک نام نیکی برخوردار هستین و مردم علاقمند شماست که صحبت‌های شما را بشنوه و مطلب که خودتان در صفحات اجتماعی تان دارین. جناب صاحب، یک چیزی را دیگر هم میخواستم از شما پرسان کنم. من از یک جایی شنیدم که اکثری افغانایی که بعد از مشکلاتی که در ایران خلق شد و حمله هوایی امریکا B-52 آمدن و بمبارد کردن و جاهای اتمی از اینا را و یک خساری عجیب و غریب بر اینا رسید و میگن که یک تعداد زیاد جوانای افغان اینا آیر کردن یا چی کردن که بین که در می جایی که خراب شده و بمبارد شده اینا کار کنن. میگه و هزار افغان ما رفتن در اونجا و کار میکنن و تا هنوز میگه متوجه شدن که خود امیریدیشن اتمی که در اونجا بم ها کفیده این بسیار موثر است برای صحت، برای انسان خونریزی پیدا میشه، جگر آدم خراب میشه، حتی میگن ساری است که بردگاه انتقال میکنن. میگه یکی از دلایلی که ایران خواست دست جمعی همه افغانا را بکشه که نمیدانن بفهمن که کیها اونجا رفته کار کنه، امی هم باشه. نظر شما چی است؟ من در این مورد اساس در مورد از اینکه کیا را افغانا را استخدام کرده باشه آگاهی ندارم و به اون خاطر چون معلومات دقیق ندارم نمیتونم در این مورد صحبت بکنم خدمتتان. ولی یک موضوع را خدمتتان میگم که قبلا هم گفتیم این بهانه بم اتم و فلانی یک بهانه است. خب نه ایران بم اتمی ساخته میتونه بم اتمی خواهد ساخت، نه پاکستان بم اتمی داره، نه آمریکا داره، نه انگلیس داره، نه دیگه داره، نه چین داره، نه هند داره. این کلش دروغ است. بم اتم پیش گردانندگان یا کسانی که جهان را مدیریت میکنن، اداره میکنن، پیش خودشان است. بم اتم در نقاط مختلف جهان هست. کودی اصلی و استعمالی از او تصمیمی از او به دستی از اوناست. اینا مدیرای شرکتی هستن که شما امی بعد از صحبت‌های ما حال تشخیص شده که اینا واقعا مدیرای شرکت هستن، تصمیم گیرنده نیستن دیگه. این بیخی روشن است. این موضوع حالا روشن شده. خب به نام یک طرف به نام شرق و دیگه طرف به نام غرب و یک طرف به نام روسیه و دیگه طرف به نام فلانی و اینا بعضی بازی‌ها باید مخالفت بکنن، در بعضی بازی‌ها موافقت باشن، چیزی که دستور است برایشان همونطوری میکنن دیگه. مثلا در مسائل افغانستان موافق هستن، در مسائل اوکراین مخالف هستن. در اینجا رقم باز هر کس میگه که این منافع کشوریشون است، منافع کشوری. مگم در اوکراین روسیه
200 میلیارد دلار 300 میلیارد دلار مصرف کرده، هزینه کرده، این مفادش است. چی مفادی؟ نه دستور است که باید جنگ کنه. درست است یا نیست؟ اوکراین که تمام زندگی و هستیش از دست داده، این مفادش است. نه دستور است که باید جنگ کنه. اروپا هم یال میخواد در جنگ داخل شه و ما قبلا گفتیم که جنگ بزرگ میشه دیگه. یک سال یک و نیم سال است که من میگم. خب مگم چرا نمیتونن جنگ توقف بدن؟ چرا نمیتونن جنگ جلوگیری بکنن؟ به خاطر اینکه تصمیم به دست از اینا نیست. اینا چیکار هستن؟ صدر اعظم آلمان میاد، صدر اعظم رئیس جمهور فرانسه میاد، چی میکنه؟ او بیچاره را زنشون در طیاره لط میکنه، باز میان تصمیم میگیرن. خدا فکر کنید دیگه. من دیگه شما رو تایید میکنم به خاطر از اینکه مثلا ما همیشه شما رو دیدیم و چی هستیم به بالا رو شما هستم، شما رو فالو میکنم. ولی من یک جربت در امریکا خود دیدم، یک میز مدور بود که امیش صحبتایی که شما یک سال پیش کرده بودین، کسایی که جهان اداره میکنن و رئیس های جمهور انتخاب میکنن کی در کجا باید رئیس جمهور شود و کی در کجا چی شود، این خود امریکایا کارکشته نظامیشان با سیاسیون کارکشتهشان شیشه بودن، جربت میکردن و برای مردم میگفتن به خاطر این موضوعاتی که در داخل خود امریکا میگذره و ناراحتیایی که هستن از نگاه اقتصادی و از نگاه مثلا لس آنجلس وارد در امریکا و یک جای لس آنجلس یک شهر نظامی شده، تانک و توپ و عسکر و پلیس و همه در سرک هستن، هر کسی که گیر کردن دستش میگیرن و من دادن و میبرن و هیچ کسی پرسانم کردن نمیتونن و این خاطر این مجالس ها میگیرن و در اونجا مردم سوال میکنن کیا هستن یا در کجا هستن، چرا این تصمیم ها میگیرن، چرا پس دموکراسی چی شد، آزادی بیان چی شد. ولی ما چون صحبت های شما رو شنیدیم من خنده میگرفت که جنرال سبیر برای ما مردم افغان این صحبت های دموکراسی و سکولاریسم و این گپا در اون زمانی که در قرون وسطا که وحشت اروپا را فرا گرفته بود، به شما معلوم است که وحشت و دهشت فرا گرفته بود، کلیسا و فیودال ها، زمیندارها و کلیسا نمیخواستن به کلیسا حق بتن زیادتر و کلیسا هم اینقدر جنایت کرده بود در اونجا که جنگای فرقه‌ای راه افتاده بود بین کلیسای پروتستانت و کاتولیک که 7 میلیون نفر در جنگ 30 ساله کشته شد. قبلا ما گفتیم در این مورد. اونا دیدن که هیچ چاره نداره، بعد توافق کردن بین فیودال هایی که به حساب برای کلیسا حق میداد و کلیسا حکمرانی میکرد، توافق کردن که بیاین خیلی نه گپ شما باشه نه گپ ما، مردم پرسان کنید مردم چی میگن. متوجه هستین؟ یا آیستا رفت طرف سکولاریسم که مردم هم یک حقی دادن که بیا باز از اونجا پیدا شد کلمه دموکراسی و چیزا پیدا شد و به در حقوق بشر پیدا شد و حقوق زن و حقوق مرد و فلانی. یعنی دو عصری که جنایت در اروپا داد میزد، اما قرون وسطا قرون اروپایی است نه آسیایی. در وقت مهد ترقی و تمدن آسیا بود دیگه. خب اینا آمدیم که این گپا و این شعارا و این گپا مگم این چی رقم حقوق بشر است که در اوکراین شما روزانه 100,000 نفر میکشین؟ چی رقم حقوق بشر است در این غزه اطفال نازنین و زنا و پیرزنا را میکشین و زیر آوار میکنین و میکشین؟ چی رقم حقوق بشر است که شما ماجی را به این شکل میکشین؟ چی رقم حقوق بشر است که در امریکا هر کسی را که گرفت زیر پای کش کس جوابم نمیده؟ این خو همون شعارهای فرسوده ای است که حقوق بشر فیلم نیازهای بین‌المللی کدامش اجرایی است؟ زمانی نیازهای بین‌المللی اجرایی میشه که دستور قاطع باشه، به نفع از اونا باشه، به نفع سرمایه‌دار اصلی باشه، یعنی به نفع گرداننده‌های جان باشه. یک طرف قضیه. طرف دوم شما میبینید که در اواخر طوفان‌ها و سیل و گپا بی‌نهایت زیاد شده روان است. خب شما از خود امریکا شروع بکنید تا زلزله و تا دیگه زیاد شده روان است. من میخوام برای دوستای خود برای عرض برسانم که متوجه باشین برادرای عزیز، دوستای نهایت ما گفتیم که مواد خوراکی ذخیره بکنین. حالی هم میگم براتون مواد خوراکی ذخیره بکنین، بلایای طبیعی بسیار زیاد میشه، به نهایت زیاد میشه و این سقوط طیاره، حادثات ترافیکی کلان که به حساب دیروز یک کشتی مسافربری 3000 نفری هم در اندونزیا حریق شد که مردم خود در آب انداختن. خب این گپا بسیار زیاد میشه، مثل که در ایران امیال آب پیدا نمیشه بخوردن. در 21 شهر تعطیل کردن از بیابی و بیبرقی. این نه مربوط گرمای زمین است، نه مربوط شعاع آفتاب است برادرها، این دروغ است.
کنفرانسی چی میگه اون پاریس و فلانی دروغ است. آب به اندازه کافی میلیاردها سال دیگه آب شیرین برای شما کفایت میکنه. ایره بردن زی اعماق زمین بردن. ببینین اینجا فعلا جنگ حق و باطل است. خب یا حق پیروز میشه یا باطل برای دائم 6 میلیارد 4 میلیارد نابود میکنه و ریستارت زمین زده میشه. اینقدر جنایت در این زمین صورت گرفته، اینقدر وحشت در این زمین صورت گرفته که دیگه زمین، شما بشریت طاقتش دارین، زمین طاقتی از این جنایات را نداره. این حقیقت است اساسی، این حقیقت است. این شما این بلایای طبیعی شما باز میبینید که چقدر زیاد میشه. قحطی را میبینید که میآید. این سقوط هواپیما و یخ بسیار زیاد میشه. خب این زلزله و همه چیز این جنگ ها، حال جنگ دوم ایران و اسرائیل و آمریکا و یخ هنوز اتفاق نفتیده. بسیار عنقریب اتفاق خواهد افتاد. باز ببینید که چی میشه. جنرال صاحب به تایید گپ شما 2 هفته پیش در تکساس در شهرش به نام هیوستن مردم استراحت بودن، هیچ خبری از بارندگی، طوفان، هیچ چیزی نبود. و اطفال در کمپای رفته بودن در میل جنگل که ساعت 2 بجه شب بدون از اینکه الارم باشه آنچنان سیل آمد که قریه از بین برد و تا حال پشت مردم میگرندن نمیفهم. و برشان سوال است که به گفته امریکا what happened، چی گپ شد، از کجا آمدی، چطور دفتن آمد. این شما میگم دقیقاً اصلا ابری وجود نمیداشت یا پیش بینی کردن نمیتونن. بعد از این دیگه این پیش بینی ها را پیششون چیز نباشین که شما والا این هواشناسی تو گفت و فلان شناسی تو گفت. این هواشناسی هیچ خبر نمی باشه که سیل میآید. همین رقمی که شما گفتین در تکساس در دیگه جایا، به خاطر قبلا ما براتون گفتیم که تکنولوژی و اختیارات پیش دیگرها هستن. خب بعضی از یا ببینین بعضی از یا طبیعی می باشه و زیادترش فعلا غیر طبیعی است. این طوفان و این باران یک دفعه هیچ بادی نیست، تو یک طوفان میآید سرعت باد 200 کیلومتر فی ساعت شهرها را نابود میکنه. خب یعنی در بسیار شهرهای روسیه را مثلا آب گرفته، شهرهای چین را آب گرفته، همین رقمی تگزاس و بعضی شهرهای آمریکا را آب گرفته، ویتنام یک شهرهایش آب گرفته، بسیار جا اینطور آب میآید که شما دریای آب از آسمان یک دفعه فرود میآید. دریای آب از زیر کوه یک دفعه پمپ میشه. دریای آب و می اتفاق افتید در امریکا زد. دقیقاً. یعنی این چیزایی است که اتفاق میفته دیگه و بسیار زیاد میشه. موضوع دیگری که میخواستم خدمتتون عرض بکنم که اساسی عزیز، آقای ترامپ باید آل تصمیم بگیره. ما میخوایم که از این برنامه شما با آقای ترامپ بگویم، یا تصمیم بگیره که باید طرف حق و عدالت و حق و صلح جهانی باید تامین شود، یا اینکه خود امریکا طرف نابودی میره. اول از خود آقای ترامپ شروع همیش میخوایم این پیغام بتم که از خود آقای ترامپ شروع تا آخر. حال خود تنها مریضی گرفتهش، خدا میدونه که چی گپای دیگه میشه. ببینن نامه برش فرستاده شده، نامه به آدرسش فرستاده شده، نامه را باز بکنه، نامه را بخوره و با اون نامه بپیونده. خودش میفهمه که از کجا فرستاده شده. ممنونتم. چیزایی که شما میگین فعلا در امریکا اتفاق افتیده و افتیده میره. مسائل اوضاع جویره ها باواره چیزها را همیشه ما میبینیم. تا یک هفته پیش در مناطق مرکزی امریکا از دست باران و طوفان و شمال و گردباد و چیزها روز نداشتن. محال دفعتن از گرمی هوا مردم تهدید به مرگ میکنن و مردم هشدار میتن که باید متوجه جانتان باشین، بیرون نپرین و همینطور مسائل خوراکه و پوشاکه و مسائل. ولی در اصلش جنرال صاحب، تکلیف ما انسان هایی که در این مسائل وارد نیستیم و بیخبر هستیم و یا اخبار تعقیب نمی کنیم، برای ما
اینا گردانندگان جهان یک دفعه در یک برنامه شما گفتین که اینا دو گروه هستن. یک گروهش برای است که صلح و آرامش حاکم شود در جهان و یک گروه دیگه هست میخواین که اتفاقات بیفته که نفوس انسان ها را کم کنن، کوچکتر بسازن زندگی را. یعنی چرا دلیلش چی هست که دو گروه سری ما بندهای خدا و ما انسان هایی در روی زمین است همه چیز بیخبر و بی‌آگاه هستیم، اتفاقاتی هم که مفتم نمیفهمیم، حتی بسیاری ما نمیپذیرن اون چیزایی که میگن طبیعی، کلش طبیعی است، کار خداست، اتفاق میفته، امکانات هست، حوادث میه. ولی حالا با گفته شما از اون موضوعاتی خطا خورده. خداوند به شک حق است، اتفاقات طبیعی شما گفتین میفته، ولی یا میتونن با تکنولوژی هر اتفاقی که ما شما میگیم از طرف خداست، اینا هم این کار کرده میتونن. یعنی چرا میخوان بکنن؟ اساس ما قبلا هم گفتیم که جهان قبلا دو قطبی نبوده، حالا دو قطبی شده. فعلا جنگی دو خانواده اینا خود نیستن که بین خود یکی دیگر را پاره کنن. اینطوری فکر نکنه مردم. جنگ را سر شما میکنن، سر ما میکنن. مثل که قبلا من مثال دادم که یک نفر در یک استودیو یک بردهدار میشیش، بردار جنگ مینداخت، بردا بین خود جنگ میکردن. بردهدار خود جنگ نمیکرد یا او امپراتور خود جنگ نمیکرد، خب بردا در پایین جنگ میکرد و سیل میکرد. خب صاحبی برده بود دیگه، کلی بردا ازمون. اینال وزیر این خانواده هم ما شما فکر کنین که بردایش هستیم. این کشورها برده هایشان هستند متاسفانه. خب این کشورها را بین خود جنگ میندازن. از این خانواده هایی که هستن، یک قسمتی از این خانواده ها میگن که بیاین ما رو، اما قبلا ما خب براتون گفتیم نمیخوایم تکرار بکنم که هیچ کس آرامش در جهان نداره. گفتیم نه، از شاد شروع تا گدا. ببینن میگن ما آرامش نداریم، هیچ کسی آرامش نداره، آرامش رو به خودم برگردانیم، به جهانم برگردانیم. خب با مانیم که راحت زندگی کنیم. یک تعداد خانواده دیگه از یا میگه که نه، امی جهان تابال پدر و پدرکلانم ما که برنامه ریزی کرده، امی 7000 سال مدیریت کردن، ما همینجوری دوام بدیم، هنوز فشرده تر بسازیم، هنوز توسط تکنولوژی خوبتر مدیریت بکنیم، هنوز کس شروع خورده نتونه. متوجه هستید که حال دارن همین کار انجام میدن دیگه. خب اینا لازم اینجا پروردگار عالم بازم میگم چیزی را که خالق و پروردگار عالم بخواد او میشه، ولی مشکل کلان یکی خب ببینید شما یک چیزی را باید از خداوند درخواست بکنین، درست است؟ بخواین از خداوند دیگه. خب به این نمیشه که شما تمام روز خدای ناخواسته یک کاری خلاف بکنین دیگه بکنین، باز روز آخر در مسجد برین بگین توبه کردم. نه، خالق و پروردگار عالم ما بندگان حمایت میکنه، با بندگان دوست داره ما را. اما چی میگن 100 دروازه بسته شود، دروازه پروردگار عالم برای ما باز است، در صورتی که تو حق باشی، در صورتی که تو واقعا از پروردگارت از جان دل قلب بخوای، از خالقت بخوای. حالا این انسان ها مظلوم ظلم پذیر هستن، هر چی که ظلم سرش میاد کلگی قبول داره. در کجا صدای حق شما شنیدید؟ در کجا برای همین ظلم نگفتن؟ یکی آمده دموکرات شده بر علیه جمهوری خواه شعار داده، یکی آمده طرفدار اسرائیل شده، یکی آمده طرفدار ایران شده. کلش باطل است. این جنگا به صورت مجموع باطل است. ولی پوتین و اوکراین و زلنسکی و ترامپ نداره دیگه. این جنگا، این ظلم، این انسان کشی ها از هر کسی که باشه، به نام هر چی که باشه، متوجه هستید باطل است. همین قسمی که اعمال اسرائیل در غزه و در لبنان و در فلان جای باطل است، در سوریه و در هر جایی که شما میبینید، اعمال گروه های تروریستی باطل است، اعمال اینمی ارتشایی که انسان هم میکشه باطل است، اعمال جمهوری اسلامی که انسان هم میکشه باطل است، اعمال من نمیفهمم که هر کسی که در هر جای ظلم میکنه باطل است دیگه، حق نیست. پروردگار عالم خالق زمانی مداخله میکنه که این بشریت حداقل 10% بگه که به این ظلم نمیگم، من دیگه ظلم نمیپذیرم بگم 10%، 5%. تمام ما مظلوم ظلم پذیر هستیم، تمام ما، همه. شما ببینید، من یک سوال شما را میکنم. همین سیاسیون افغانستان خوش شکر الحمدلله در هر جای هستن، نه؟ همین سیاسیون میگوین، الیت میگوین، من نمیفهم هر چی میگوین، رهبر حزب میگوین، از این طرف از اون طرف، از داخل از بیرون، با طالب و با هیچ کدامش هم کاری نداره. یک کسی آمده که با جرأت با شجاعت
همین اعمال جمهوری اسلامی را همین رقمی که من میگم گفته باشه بگه اینمی جنایت کردن در مورد مهاجرین ما گفته من نشنیدم. خب پس حق طلب نیستن دیگه. اگر شما زمان حق طلب باشین هرات ندارین نمیترسید چی کده میتونه پروردگار خالق شما رو حمایت کنه یا هیچی هستن دیگه هیچی یعنی کل کره زمین کل 8 میلیارد یک سو شو زورش نمیرسه چرا خالق شما رو حمایت پروردگار اگر واقعا توکل به خداوند داره یعنی ما کسی هستیم که عام و تام خود تسلیم پروردگار عالم کرد عام و تام تمام رشته و زندگی و حیات ما با پروردگار عالم با خالق خود سپاره بینن ترس ندارم دیگه چرا بترسم متوجه چی میگم یعنی هدف من اینه نیست که ما کسی را خدای ناخواسته بگم که نه اینا یعنی هیچ کس جرأت چه نداره میبینین میفهم چی میگین اینقدر با احتیاط گپ میزنن خب اونام شرایط جنگی است که ما یکی دیگه میاد این رقم میگه یکی دیگه میاد. یعنی شما باور بکنین که من حیران هستم یعنی من خودم میگم که زمانی که شما در این شرایط از طرف حق نخواهید از حق دفاع نکنید پس شما خود هیچ کار هستین دیگه هر کسی که هست هیچ کده نمیتونین دیگه واقعا نمیاد یه حقیقت است ببخشید که من زیاد صحبت کردم گوش میکنم من به دقت گوش میکنم چیزی که شما پیشتر یاد کردین از رهبرا و هستن یک مثال کوچک میتیم آقای محقق که کابل مشکوری که اینا در جمهوریت 20,000 جوان برادرای اهل تشیع ما را با فاطمین یک جای کردن و به شهادت رساندن و امروز اردو سکوت دارن صدایشان نمیبره و ما هیچ از یک رهبر یک بزرگ نشنیدیم و جز این شنیدیم که گفتن که ایران ملامت نیست ایران مشکلات خود داره اینقدر مهاجر خب یکی از دید از مهاجرین در اونجا بودن چقدر پول ایران گرفت از ملل متحد موضوعات رو بحث نمی‌کنیم ولی من نشنیدیم ولی یک چیز دیگر هم برای بیننده‌های خود میگم کسایی که شما ما بسیارایتون شنیدیم که بگین که جنرال صاحب خدا باور نیست با پیش بینی میکنن ولی در این برنامه شما خودتان از زبان جنرال صاحب میشنید که از همه ما قدم مسلمان‌تر و محکم‌تر است چون بالله حق میگم تسلیم هستم ما با خدا جوابگو هستم آیا ما با خدا جوابگو هستیم فکر نکنم ما شما تشکر میکنم میره برای بیننده‌های بعضی کسا که دیگه گپ زده بودن میگن شاید جنرال صاحب خدا ناباور باشه و پیش بینی کار خداست ولی یک علم است کسی که در سیاست وارد باشه موضوعات بفهمه تحلیل کرده میتونه و ما شما تشکر میکنم از این صحبتتان که برای بیننده‌های ما هم که کسایی که یک ذره مشکوک بودن به خاطر از اینکه وارای ما با مجردی که تا نام چیز تا بگوی خدا بردی تا خدا گفتی تا آنگه میگیرن و میزنن که در بردی گفتن نمیمانند کسره ولی یک مشکل در بین ما افغان هست جنرال صاحب بین که از این برای چون مردم ما در این شب روز ناراحت خود کشور ما افغانستان هستن و این موج مهاجرین هم از پاکستان هم از ایران هم از امریکا هم از اروپا و حکومت طالبان و امارات اسلامی افغانستان همین کپاسیتی گنجایش پذیرش همین قدر مهاجر دارن با این که دنیا هم تماشاگر است و بعضی کسایی که از حقوق بشر گپ میزنن برای من ملل متحد یک چیز مسخره است یک مصروفیت است برای 4 مردمایی که در اونجا جمع هستن و گپ میزنن و میرن فیصله میکنن و صادر میکنن و بسیاریا در فکر از این است که طالبا به زودی هم از بین میره و انشالله و دی گفته از اونا دموکراسی با این هم مشکلاتی ما داریم شما وضعیت آینده افغانستان با این هم مهاجر آمدن از اروپا و امریکا و اخراج افغانا نه تنها از ایران و پاکستان سالی که در ترکیه مثلا در آلمان امریکا یک تصمیم فقط روی که زنجیری اتفاق افتاده که کلگی باید افغانستان پس برن شما افغانستان در کجا میبینید در یک شرایطی که شما تشریح میکنید اولتر از همه خوب ما میفهمیم که مخالف از این سرحدات و کشورها و یعنی نقشه‌کشی است به خاطر اینکه یک کسی که در این زمین پناور تولد میشه صاحب همین زمین است هیچ کسی به نام هیچ دولت حق نداره بگه که تو از این خاک نیستی اصلا از همین خاک است
این خواب امی است دیگه این خود چی نداره، این کل جعل است دیگه. قبلا هم گفتیم نقشه‌های جعلی را کشیدن که به نام کشورها اونجا ماندن که شما را بگن که پایت از اینجا گذاشته تیر کردی ما میزنم کتیمه رو. خب مردم افغانستان هم حق دارن در کل اینمی سرزمین جهان اینمی جا هر جایی که بخواین زندگی کنن. مردم ایران هم، مردم پاکستان هم، مردم امریکا، هر جایی که بخواین برون زندگی کنن زندگی میکنن. این اجازه چیزی گپ نیست. یک دوم موج مهاجرینه که اینا همزمان کشیده روان هستن، پس از این معلوم میشه که ریسمان کلی از این در یک جای است. درست است؟ همون گپی اول من ریسمان کلی زیاد یک جای بسته است. اگر نه چرا اینقدر هماهنگ باشن، چرا اینقدر آمریکا رسایی که اروپا رسایی که ترکیه رسایی که پاکستان رسایی که ایران رسایی که تاجیکستان رسایی، چرا اینقدر هماهنگ باشن؟ صحیح کنید. اینجا شما دقیق میبینین که ریسمان‌های از یاد یک جای آویزان است. هر ریسمانی را کش کرد اینا باید مامور ریسمان باید جوابگو باشن. درست است؟ خب گپ دوم، هیچ نوع ظرفیتی و کپاسیتی از وجود نداره که خدمات عرضه بکنه در افغانستان. نه قبلا بوده نه حالی هست. خب میلیون نفر بدن راست میآید، 1.5 میلیون نفر بدن راست میآید، بسیار زیاد، حجم بسیار زیاد است. قبلا در کشور فقر وجود داره. اول خود 90% 80% از اون کشور زیر خط فقر زندگی میکنه. بازی 1.5 میلیون هم بره در کجا جابجایی شود، آبی ازی، غذای ازی. بازی بیچاره‌ای که در ایران 30 سال میشه زندگی که تولد شده 30 سال افغانستان ندیدن. بله سرش ندیدن. بله این اطفالی که در اینجا تولد شده این 18 ساله شده افغانستان ندیدن. مردکه که زنش رفته نه خودش افغانستان دیده نه زنش دیده. بله پولش هم در بانک ایران مونده، پولش هم در بانک پاکستان مونده. من این فرقی نداره، برای من ایران و پاکستان همش یکیست. این چی است؟ اینجا آمدیم سر حقایق گپ میزنیم. درست است یا نیست؟ هست. اعلام این ظرفیت در افغانستان وجود نداره. برنامه اساسیشون برنامه اونمو یکی خود همه وحشتی که در ایران خلق شده در اینجا، وحشتی که در پاکستان در جنگ هند و پاکستان خلق شده، اینا میخواین که این وحشت را به نحوی به خاطر بقای خود این رژیم ها، به خاطر بقا و تمدید عمر خود سر از اینا پرتاین و عمر خود را تمدید بکنن و جامعه خود را نرم بسازن، یعنی بینش مردم خود را نرم بسازن نسبت به خودشان. متوجه هستین چی میگم؟ برای خود عمر کسب بکنن، عمر خود را طولانی بسازن. خب اول به این خاطر. دوم چون رسبانشان پیش کلگیست، کلشان همزمان اقدام میکنن که در افغانستان زمینه و بستر سربازگیری و گروه‌های که او را حمایت میکنن و در نظر دارن برای از اونها مساعد باشه. این دو هدف است که خودمون ما قبلا هم گفتیم که بخواین جنگ‌های داخلی صورت بگیره، آسیای میانه را خراب بکنن، در اون نمیریم. هدف همو است. جنرال صاحب اول دوستای عزیز که زنگ نزنین برای من و خاطر از که ما میخوایم جنرال صاحب صحبت‌هایشون رو داشته باشیم و شما دوستا و عزیزایی که در فیسبوک سوالای کردین کوشش میکنم که بعدش بتونم بگیرم با جنرال صاحب می سوال بکنم که دوست عزیز ما من خواهش کردم که میره باید از جنرال صاحب سوال کنم. یکی از بینندای ما که از من پسر کاکای ما هست تولیل جان زازای که همیشه در جربست های سیاسی هم می باشند در بعض تلویزیون ها، اونا تشریح کردن که همونطور که شما گفتین که انسان ها خودشان دشمن کره زمین هستند و ماهایی هستیم که شما بیشتر تشریح کردین که زمین دیگه برداشت ما را نداره، زمین چیزی که ما میخواییم دیگه توانش نداره. به او خاطر یک تحول به و با نام و میره تاکید کردن که کشورهای اول قدرت اقتصادی دنیا اهداف سیاسی و اقتصادی خود دارن و خصوصا مثل کشور نازنین ما که افغانستان به این سر دچار شد و نام با تایید گپ شما میتونه یک چیز را پیشنهاد کردن و دوستا ما کل کامنت های شما را خواندن، میتونم معذرت میخوایم ولی فوزه جان شهاب و روبین جان هستن، اگه چیزی مخصوص داشتین میتونید فوزه جان و روبین جان تکر کنه این پرابلم. استاد جنرال صاحب یک چیز دیگه اینو میخواستم ما بدانم که بینندای ما بدانن
که با این یک شرایطی که شما تشریح میکنین، با این یک حالتی که اتفاق مفته و ایران میگن و میلیون ها مهاجر داخل افغانستان خواهد شد، که بعد از این حوادثی که ایران و اتفاقاتی که سر مجری در افغانستان آوردن و ایرانیا به طرف افغانستان داخل شدن با 1 میلیون مردم، شما چی فکر میکنن؟ مردم افغانستان همینطوری که میگن میمان نواز هستیم، ما دشمن ما وقتی که پناه بیایم ما به او پناه میتیم و تفاوت عقاید مذهبی ما شیعه و سنی و برخورد از اینا با مردم در اونجا و حتی یک مسجد ندارند. آیا این افغانستان یک مرکز دیگه برای جنگ و تباهی این منطقه نخواهد بود؟ خب تمام مشکلات و بدبختی ها از فقر شروع میشه. قبلا هم ما گفتیم، چون بستری همه چیز را، بستری خشونت، بستری جنگ، بستری سربازگیری، بستری همه فقر و بیکاری مساعد میسازد، چیزی که بسترش در افغانستان متاسفانه مساعد است. گپ دومی که میخوایم خدمتتان عرض برسانم که دوستانی که اینجا سوال میکنن، هر کس دیدگاه و نظریات خود را داره. ایران، دوستا سوال کردن که ایران چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در ایران جنگ دیگری در راه است. خب این جنگ بسیار خطرناک هست و ما چی بگویم دیگه، با سگ و گربه ایشان هم رحم نخواهد شد. من قبلا هم گفتی میگم. خب و میلیون ها انسان از ایران، من خود طرفدار جنگ نیستم، طرفدار مهاجرت کس نیستم. برای من مردم ملت ایران، ملت بشریت همه یکی است. بشریت را دوست دارم، عاشقشان است. میلیون ها انسان از ایران طرف افغانستان و آذربایجان و ارمنستان و ترکیه مهاجر خواهد شد. خب بزودی. خب گپی دوم، یک تا دوستا پیغام میتن، میخوایم میرم روشن بسازم که این تیوری توطئه است و فلانیست و فلانیست و فلانیست. اینجا ببینین که مطبوعات است، آزاد است، اصلا اینجا میبینین که افراد تفکرهای مختلف، دیدگاه‌های مختلف داره. خب قضاوت را مردم میکنه و حد علم و دانش و خرد ما همه قدر است که ما میایم همه قدر باز میکنیم، همه قدر وضاحت میتونیم به خدمت مردم و ملت خود قرار گرفتیم و مو عقل ناسالم خود بیان توضیح میدیم. کسانی که شما انتقاد دارین که ما گویا که توهم ایجاد میکنم و نمیفهمم و تیوری توطئه را میگم، شما خودتان زبان دارین، خرد دارین، این قدر که میفهمین. این مطبوعات آزاد است، در سایت های مختلف مرا دعوت میکنن، ما خدا شاهد است که این واسن سه معلوم است که شاید این تو مردم است که 1 سال میشه 6 ماه میشه منتظر است، ما قبول ندارم که برم صحبت کنم. یعنی نه که بخاطر از این، به دلیل از اینکه یعنی هر چیز از یک حد داره که باید صحبت بکنی و یک برنامه‌ریزی به پیش خود داره حتما و مسئولیت هم داره. خب شما که این گپ مرا قبول ندارین، خب برای این حقایق شما بگویین که مردم بپذیرن. خب چه مشکل داره؟ خب مطبوعات آزاد است، میتونین کانال بزنین، میتونین در یوتیوب براین، من نمیفهم در تیک تاک براین. من خود هیچ چینل وینال خودم ندارم، کانال ندارم، دعوت میکنن دوستام میام صحبت میکنم. شما برای این صحبت به آگاهی بدین. من خود اینجا نیومدیم که بگم که خوب است که بد است. من نمیگم. من فقط وظیفه من است که خردورزی بکنم که جهان چه قسم مدیریت بشه، مردم دوستان ما بازی نخورن که بگن که بیادر گلیان باشه که اینی کشور طرفدار ماست. امی ایرانی که پیمان، شما مگم عقل ندارین، منطق ندارین که ببینین که امی ایران پیمان استراتژیک 25 ساله با چین امضا کرد، امی ایران پیمان 25 ساله با روسیه امضا کرد. مگم در این جنگ با ایران چی کمک کرد؟ مگم امی استثادای روسیه نبوده که هیچ فعالیت نکرد؟ محمود تو نساخته بودش که یک شب فیر نمیکرد؟ مگم شما عقل ندارین، خرد ندارین که پیمان استراتژیک 25 ساله چی معنا؟ بتنی یک 4 دانه طیاره سخو، بتنی یک 4 دانه طیاره جیده، بتنی زندان چین روس میدان میکنن که برش بته. میفهمین چی میگم براتون؟ یکی متاسفانه که شما نمیخواید ببینید. دو طایفه مردم است در جهان. یک طایفه است که یک تعدادی است که خب نمیفهمن، یک تعدادی است که نمیخواین بفهمن. و شمایی که نمیخواین بفهمین اصلا مهم نیست برای ما که نمیخواین بفهمین. من مشکلی ندارم باشم،
خداوند برای شما عمر طولانی بده، تمام، و خیرات بده براتون. حالا همین قدر مطبوعات اساسا خوب برای بگو تو حقایق بگو. حالا ما خو نگفتیم ما فهمیده است، ما همیشه گفتیم که ما با عقل ناقص خود بهم توضیح میدیم. شما که با خرد هستین برای این توضیح بدین، مردم آگاه بسازین، شجاعتش ندارین که حقیقت بگویین. برای به خدا اگر در مقابل ایران یک گپ بزن ببینیم که تره چی میکنن. در مقابل پوتین برای یک گپ بزن، در مقابل ترامپ یک گپ بزن، در مقابل بادارای از اینا یک گپ بزن. شجاعتش ندارین، مردانگیش ندارین، همتش ندارین، غیرتش ندارین. یک کسی بتونه که فقط و فقط خالق حمایتش میکنه، با پروردگار خود تسلیم کرده. شما نه ایمان دارین نه دیگه. کجاش دارین؟ گفته میتونین نمیتونین. یه نمی که ملل متحد بیادرگله باشه، حقوق بشر و فلانی و دموکراسی و اینمی شعارهایی که دمی مغز شما پیشکاری کرده، امیر مطابق عمود دجالا که چیزی که دستور دادن میگوین. شما مزدورانی عمود دجالات هستید، نوکران سوسی نر و ماده عمود دجال هستین که میگوین. شما شجاعت چه ندارین برای این بگوین؟ برای این دمت باد مثل که من گپ میزنم. برای بگوین که اسرائیل جنایت کرده میکنه در غزه، برای بگوین جنایت میکنه نداری شجاعتش. اینجا اومده این رقمی کامنت میتی ناق دروغ بس او هم امو چی تا اکانت چه بالا او هم ساختگی به نام خودت نیست، تلفن هم از خودت نیست، از دیگه کس. کاش که غیرت داشته باشی، کاش که همت داشته باشین. این میره قبل که سر شما بشریت ظلم میشه، این میره قبل که شما برباد و تباه میشید، به خاطر که شما او ظلم میره که سر شما میکنه، شما هم دیگه راه را برای از او ظلم انوار میکنید. نه تنها خودت نمیگویی، از ظالم تو داری حمایت میکنی، از این قتلی که در اوکراین، از این جنایتی که در اوکراین داره صورت میگیره حمایت میکنی، از این جنایتی که در غزه صورت میگیره حمایت میکنی، از این جنایتی که در ایران بالای مهاجرین افغانستان صورت میگیره تو بناوای مختلف بیا اینجا حمایت میکنی. تو همه قاجز و به همت هستی. ما بخیر موافق هستیم با شما. کسی هستی، اکانت هم ساختگی، عکس هم ساختگی، خودت مرد هستی عکس زن انداخته، زن هستی عکس مرد انداخته. همین قدر به همت و به غیرت هستین شما. یک چیزی را شجاعت و مردانگی میبره. برای دمت باد بگوین ما دیوانه، ما اعصاب خراب، من نمیفهم روانی، هر چی که بگید ما قبول. ما خود نگفتیم که ما کدام آدمی بسیار کلان هستم، فهمیده هستم، تحصیل کرده هستم، هیچی نیستم. یک بنده فقیری گناهکار خاک پای بشریت. ولی آمدیم بسیار موضوعات را دارم صحبت میکنیم و میلیون ها نفر هم میشنوه. خب این که خود درد داری، مشکل داری، او درد خودت است دیگه برادر، برو تداوی تکو دیگه. مشکل دهی است جنرال صاحب که بسیاری ما چون امو فهم و دانش و کلام و فصاحت گفتار و جرأتش ندارن. وقتی بسیاری ها که با شما مثلا اسادت دارن یا ولی شما چون این جرأت دارین، اینمی شهامت دارین و گفته شما دینمی امریکایا اینمی جوانها هستن جرأت کردن نمیدانن که بگوین که اسرائیل اینی کار کرده، نمیگن. ولی با مجلس که میشینن ولی ظلم که سر اسرائیل، ظلم که در غزه شده، ظلم که در شده، ظلم که در شده. حتی چند تلویزیون هایی که بسیار مدرن هستن و پول هم میگیرن و صحبت کردن نمیتونن سر این موضوع. چی به ای که سیاسون ما یا چی به ای که واقعیت های دنیا را بگوین، واقعیت امریکا را بگوین، واقعیت جهان را بگوین. این یک جرأت میخواه، یک شهامت میخواه که شما دارین. من براتون رئیس یک افغان براتون تبریک میگم. های کاش مثل شما ما 8-9 نفر دیگه می داشتیم که در کنار شما می بود و شما همه با یک صدا واقعیت های جهان و واقعیت های کشورهای ما را، همسایه های ما را تشریح میکردیم. ولی متاسفانه گیر ندارن و یا بسیار از سود هم هستن. به او خاطر شما هم خود ناراحت نشدین سر زیاد. نه من ناراحت نمیشم، حقیقتا ناراحت نمیشم. توفیق برشان میخوایم و میخوایم که اینا از ما کده بسیار شهرت پیدا بکنن، به خاطر از اینکه اینمی اسادتشان از بین میره، خود به خود از بین میره. ولی من به خاطر توصیه میکنم در مطبوعات برای صحبت بکنن، مسائل را که میگن که ما غلط میگوییم اونا درست شه بگن.
کدام حرفی وجود نداره. شاید من غلط بگم، شاید من اشتباه بگم. این هر انسان اشتباه میکنه، هیچ مشکلی هم نیست. هر انسانی که شاید اشتباه صحبت بکنه. خب شما برای این حقیقت چه بگوین، خوب شه بگوین، بهتر شه بگوین. ولی من خب مخالفت ندارم. من که شما مشکل ندارم. اگر شما کتی ما مشکل دارین اون رو حل بکنین. اینی گپ است. این مشکل در بین ما افغان‌ها هست. من خودم برنامه سازا بسیارش چیزی را که من میگم ما گفتن نمیتونن در برنامه خود. بله. چهره‌های دزد و خائن که من معرفی میکنم اونا معرفی کرده نمیتونن. ما اون چیزی که میگم وطن ما افغانستان است، مردم ما افغان است و اونا مرا نقد میکنن، میگه این توهین میکنه به مردم خرد میسازه. ولی وقتی شما واقعیت حق گفتین ما فکر میکنن این توهین است. این در بین ما افغان ها هست. مشکل ما هم داریم، تنها بین سیاسیون ما نیست. شما بسیار مجازات این ازدگاه و شما خدای ناخواسته در وطن دستتان با خون مردم و پول مردم نبوده و من خب معلومات راجع به شما دارم، شما را میشناسم، ایمان دارم براتون که شما شخصیت بسیار محترم افغان هستین. بس هر کلام شما باید یک کتاب نوشته شود، ولی بعضی کسایی که نظر داره و کار خودشان است. جبارخیل صاحب برای ما تکس میکنه که یک چند دیلان بریم. بفرمایید. اگه اجازه باشه. بله. و از دوستای عزیز من پیشترم گفتم برای ما زنگ نزنید، خصوصا شما کسایی که از واتساپ در تلفن زنگ میزنید، پلیز زنگ نزنید و چند دقیقه دیگه هم جنرال صاحب بعد از اعلانات با خود می داشته باشیم. با جنرال صاحب زحمت نمیتیم، بعد ما که تا یک چند دقیقه هستیم موضوع اگه تلفن هم کردین. بعد از اینکه ایران مسائل ایران حل شود 4 تا 6 ماه دیگه تغییرات بنیادی در افغانستان آمدنی است. 4 تا 6 ماه دیگه بعد از ایران در افغانستان تغییرات بنیادی آمدنی است و این سرمایه گذاری های بسیار بزرگ را در بر میگیره. با زیر ساخت ها و دیگه و تمامی از تریلیون ها دلار اگر مبالغه کنیم میلیارد ها دلار سرمایه گذاری خواهد شد بعد از تغییرات ایران. تا زمانی که در ایران تغییرات نیاد در این منطقه تغییرات مثبت شما انتظارش نکشید. تغییرات مثبت نمیآید در این منطقه، در همین جغرافیا به همین بزرگی که من میگم. حال پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، من هم میفهم ازبکستان، سوریه، عراق همه چه در بر میگیره. خب ما قبلا هم صحبت ها را کردیم که ایران بسیار مهم است در این منطقه. به او خاطر تغییرات امیدوار هستیم که تا ختم 2025 یک تغییرات مثبت در منطقه بیاید و این منطقه طرف سرمایه‌گذاری و پیشرفت و تعالی و ترقی بره، مردم با آرامش برسن، مردم حداقل خود میرسه یک انسانی با اهمیتی از این زمین پهناور احساس بکنه. خدان اینترنت کامپلیتلی شات داون شد. خواهش میکنم. ما که یگان وقت ما که باشم بازی گپا رخ میده. چی گپ شد؟ خواهی پاک میفهمه که دشمنا چه لک انداختن. یا همین گندانگان جهان شنیدن گفته هر پس که خرابی نشه. خرابی نشه. همونطور است. واسه میخوایم صحبت ادامه بدیم. دیگه ما خدمتتون عرض کردم که ما باید منتظر یک تغییرات بسیار کلان در منطقه باشیم که ایران و افغانستان منطقه را کلش در بر بگیره. بعد از او امیدوار هستیم که امیدوار نه که باورمند هستیم که سرمایه گذاری های بسیار کلان در منطقه صورت خواهد گرفت و ما باید کمی دیگه هم تحمل داشته باشیم، ببینیم خداوند چی میکنه، پروردگار ما خالق یکتا چی میکنه. توکل ما با خدا. توکلت علی الله. خب بسیار تشکر میکنم. اصلا من فکر میکنم که وقت ما شما خیلی گرفتیم دیگه، این تقریبا 1 ساعت اضافه تر شد دیگه. شما اجازه بدین اگر سوالی داشته باشین خود در خدمت هستم. با سوالا خب خلاص نمیشه. سوال خلاص نمیشه که تا 2 ساعت دیگه باشه. ولی دوستان زنگ میزنن. دوستان عزیز ما که جنرال صاحب کانترکت دارم یا قرارداد دارم، وقتی جنرال صاحب باشه من تلفن‌ها رو نمیگیرم و شما میتونین بشنوین و کامنت کنین، کامنتاتون نظرتون با شما که زنگ میزنین میمونانه است. من خدای ناخواسته شما را ایگنور میکنم، ولی میتونم وقتی که ما فیصله میکنیم که چه برنامه می داشته باشیم به اصول برنامه پابند هستیم
و جنرال صاحب با مراقبند چینی زیاد تلفن ها وجود به خاطر من تلفن های دارم بازی که جنرال صاحب کش خداحافظی کردم میگیرم میتونین صحبت کنین نظریاتان داشته باشین چند دقیقه میباشم که شما جنرال صاحب یک جهان تشکر از معلوماتی که ارائه کردین و از اینکه لطف کردین در برنامه آمدین. من شما هزار امتنان سپاس میکنم. همیشه موفق و کامگار باشین. سرتان بلند و صدایتان رسا باشد. بسیار زیاد تشکر. جناب حسن صاحب ممنون و اظهار سپاس از برنامه شما، از دستاندرکاران برنامه و تلویزیونتان جبارخیل صاحب. دوستان نهایت عزیز و شنوندگان و بینندگان در افغانستان، منطقه و جهان، پروردگار عالم خداوند شما را همه ایتان، مهاجرین ما را همه را حفظ بکنه و در حفظ خود داشته باشه. خالق یکتا